دشمن نفس خویش باش تا آزاد شوی. یک فردی ثناگوی ذات پاک شوی. هر که با طبع شیطانی بود و از راه صراط المستقیم غافل بود. کسی که عاشق نیست او تکیه بر خیرت دارد. کسی که عاشق است او تکیه بر جانان دارد. عاشق کسی است که دل و جانی پاک دارد. همیشه در جانش ذکر الا الله دارد. وقتی که من در راه عشق و جنون رفتم، ز خویش مجرد شدم و آسوده رفتم. از قیل و قال عام جاهل دور گشتم. یکه و تنها به خمخانه جانان رفتم. در آن باغی که گلهای نازنین است، در او همیشه بهار نازنین است. دلی که از نور حق زنده گشته است، او مثل خورشید تابنده گشته است. مراقب دل و جانت باش، همیشه در ذکر جبارت باش. ز خویش بیگانه و قرین جانانت باش. هر جایی که نباشی با قرآن باش. تا آن روزی که تو خویش را میبینی، راه دل و جانت را هرگز نمیبینی. خویش را ترک کن تا خدا یارت شود. مونس و غمخوار و مددگارت شود. آدمی در طلسم و پرده ها گم گشته است. مثل پوچاک و پیاز در قالب گم گشته است. تا پرده ها را نشکنی تو به مغز نمی رسی. تا از خود به خود نشوی تو به حق نمی رسی. اگر خواهی که قرین الله باشی، جهد کن تا فرمانبر الله باشی. تو آن کاری کن که خدا دوستش دارد. دور شو از آن کاری که خدا نفرتش دارد. ما نوش ز دریای خرابات داریم. ما با ساقی جان مناجات داریم. ما پرهیز از کون و فساد گشتیم. مجرد شدیم آنگاه با ایمان گشتیم. مجرد شدم و فرزانه شدم. ز کفر دور شدم و آسوده شدم. آن لعلی که ز کان جدا گشته است، ارزشش بسی گران گشته است. تا آن روزی که تو با دیگ روی سیاه داری. تا آن روزی که تو در کفر بخت سیاه داری. تا آن روزی که تو در جسمی ز جان خبر نداری. تا آن روزی که تو بیدینی گردی از ایمان نداری. ما را پند و حکمت را خدا داده است. از می کوثر آب حیات داده است. ما در پیمانه امان همیشه می داریم. ما در سینه امان عشق پاک داریم. با شریعت ما به دریا می رویم. با طریقت ما به عالم دل و جان می رویم. با حقیقت ما به قعر جان می رویم. صاحب نور جلال ذوالجلال می شویم. این باد صبا به من خبر آورده است. از عالم جان شهد و شکر آورده است. ما را به بهار جاودانی راه گشادند. الحمدلله که حق جان پاکم داده است. ما در عالم جان کشفیات بسیار داریم. در بحر عشق پاک آسوده شنا داریم. این اقیانوس جان بسی بی کناره بوده است. کسی که در او غرق شد در حقیقت فرزانه بوده است. وقتی که من سفر در دل و جانم کردم، مجرد شدم و خویش را تماما گم کردم. عقل و خردم تا در درگاهم آوردم. در کشتی عشق نشستم و خویش را فنا کردم. وقتی که تو گلی و در اطرافت صد خار باشد، زندگی در آن محیط بسی دشوار باشد. تو مثل عطار شو و کیمیا در جانت کن. جسمت را گذار و سیاحت در عالم جانت کن. دوش در کون و فساد بودم و بحر دین را دیدم. در بحر دین رفتم و دل و جان را دیدم. هر آنچه دیدم با چشم دل و جانم دیدم. جوهر بحر دین را در جانم دیدم. وقتی که در بحر عشق مستغرق میشی، از حقیقت هر دو کون تو آگاهی میشی. در یک لحظه تو فرزانه و عاقل میشی. دارای یاقوت و الماس و گنج نهانی میشی.
کسی که لالای نفس و بوت خویش گردید، او خودبین و بنده شیاطین گردید. بسیار مطلب که از اینجا گردی را به خود نمیبری. هر تخمی که در جانت کاشته ای، آن را با خود میبری. این دنیای غدار دلها را کور کرده است. آدمی را یک قالبی به روح کرده است. مردی بسیار میبینم و یک مردی بینای نی. کانی بسیار میبینم و یک یعل درخشان نیست. گم شو در جسم تا در جان زنده شوی. در حقیقت یک مرد مقبل و بینا شوی. حرص و عادت تو را به دام شیاطین میبرند. از نعیم جاودانی به جحیم میبرند. با خبر از عالم دل و جانت باش. حافظ عالم باطن خویش باش. بخیرت در راه نااهلان مرو. حرف پرمعنا را پیش هر آکس ناکس مزن. نفس شهوانیت عدوی جان و دل است. در راه جنون او اغیار جان و دل است. وقتی که از جسم به مکان جان میرسی، آنگاه تو به قدر الله میرسی. لا شو تا در الله زنده شوی. در جسم بمیری و در جان زنده شوی. هر که جان پاک دارد او مقبل است. در حقیقت او آگاه از عالم جان و دل است. تا چند تو گرد این گل و آب میگردی. روزی می آید که تو به عالم جاودان برمیگردی. در راه باطل اینقدر جهد و تلاش مکن. جان جسم خویش را خوار و مظلوم مکن. آن کسی را که موج کفر خرسند کند، مطمئنم که او قوت شیطان را میخورد. هر که اینجا مورد شیطان می شود، لاجرم او در هر دو عالم رسوا می شود. اهریمن هر لحظه به آدم تهدید می کند. او با حسهای آدمی همیشه بازی می کند. ما عدوی داریم که او در دیدن ناعیان است. تا روز قیامت او در لعنت گرفتار است. غیر حق ما در هر دو عالم مولای نداریم. غمخوار و حافظ و مددگار نداریم. تسلیم شو ای بنده که دیگر چاره نداری. غیر او تو دیگر یاری وفاداری نداری. باغم ببرید، به ملک شاهم ببرید. به جان پاک و با عشق سبحانم ببرید. جایم ببرید که گرد کفر را نبینم. همگان را مست شرابی نابینم. اجازت فرمایید یک حکایه از کتاب الهینامه حضرت فریدین عطار در باب سخن غیبت نگفتن. بزرگی بود میگشت و شنود او، بسی گردی جهان گردیده بود او. یکی گفتش که ای دانای دمساز، کی را دیدی کزو گویی سخن باز. چنین گفت او که گشتم 7 اقلیم، ندیدم در جهان جز یک کس و نیم. یکی آن بود مانده در پس او، که نه نیک و نه بد گفت او از کس او. ولیکن نیمه آن بود کز از بجز نیکو نگفت از خلق هرگیز. تو را تا نیک و بد همواره باشد، نه دل بینا نه جان آگاهی باشد. ولیکن چون نه این ماند و نه آنت، به سیر قدس مشغول است جانت. ببین یک حکایه بهترین است. این حکایه را آدمای اهل حقیقت بسیارتر میفهمند. یک بزرگی بود که دنیا را گشتگی بود، پیرانسال بود، حضرت اولیا بود. اما را میپرسند که در دنیا تو کدام آدم ندیدی که خوشبخت بود و کدام آدم ها مقبل هستند؟
او میگه که منم دو آدم دیدم، همون دو خاصیت در همین آدما باشد، همه آدما مقبل هستند. یکی آن بود که میگه از پس او یگان کس نیک و بد نگفت. یعنی که همون آدم هم خیلی انسان خوبی بود است که یگان بدی کدگی نبود به یگان کس که درباره همون آدم خیلی آدما همین خیلی خاصیت داره خلقی یک کسا یگان صحبت درباره یک کس گپ میزن، از پس هر یک آدم یک کس یگان گپ میزنه، میگم مثال وای فلان آدمی خوب بود، وای آدمی گنده بود. این ای خلق پنهان کرده نمیشه، حقیقت معلوم میشه و حقیقت و خلق آن چیزی که همه آدم است میگوید و از پس همه آدم یگان کس کلمه بد گفتگی نبود. و دویم آن کسی بود که به زبانش نه نیکو نه بد یگان کس نمیگرفت. برای چی؟ این آدم که از نیک و از بدی جهان آگاه است، ما خواهیم نخواهیم در گرد اطراف نیک و بد همواره باشد. تو را نیک و بدی همواره باشد، نه دل بینا نه جان آگاهی باشد. ولیکن چون نه این ماند نه آند، بسیر قدس مشغول است جاند. و آدمی که دویم آدمی که بود که یگان کس نه نیک میگفت نه بد میگفت، برای آنکه وای فکر خیالش مشغولی چی بود؟ مشغولی جان بود، در فکر جانش بود، در فکر پاکتی، در فکر تازه کردن باطینش بود. برای این وای اهمیت نمیداد که کی چی کارو میکنه. در قرآن کریم فرموده است که قل لتسألون اما اجرنا و نسأل ما تعملون. و یعنی که ما کارای یگان کسا از پس وای صحبت کردن وای گناههای دیگر را حساب کردن معنی ندارد. برای که گناههای هر کس خداوند می آموزد و وی بها می دهد. هر یک کدیم ما باید اول در فکر گناههای خودمون باشیم. ما فکر گناههای خودمون کنیم، توبه کنیم که گناههای خودمون خداوند ببخشد. در فکر کمبودی‌های دیگران نباشیم. و وقتی که آدم در فکر مشغولی گناههای خودش، هر یک کدیم اگر فکر کنیم این گناهی که ما داریم همونا را اصلاح کردن در حیات بو وقت مو نمیرسه که با گناههای دیگه آدما را با وقت بیابیم که حساب کنیم. این یک فرم بهترین است. وقتی که تو مشغول گناههای دیگر را کفتن میشه، وقت میگیری، روح تا معلول میکنی. چی در کار؟ در فکر هر یک آدم باید در فکر تازه کردن خودش باشه، فکر گناههای خودش، اصلاح کردن عادت‌ها و کمبودی خلق خودش باشه. یاد فرمایید حکایت دیگه از حکایت خود نکنیم. مردی ششلیکه نام دارد. یک مردی بود که ششلیکه بود و با همون قومی خلق ششلیکه ها زندگی میکرد. و یک روز او هجرت میکند، به دیگر شهر میرود، به دیگر دولت میرود و در آنجا میبیند که آدما پنجلیکی دارند و در جایی که برود او ششم چلیکی وی همه وقت وی خلر میرسود. در دستش میدیدند که ششلیکه اهمیتش میدادم و خودش رو در همون جماعه ناراحت میکند. و روز پیش یک پیر خیرتمند میبیاد و او رو میگوید که شما خیرتمند هستید، من چی توصیه میدید، من چیکار کنم، در اینجا خودم رو ناراحت حس میکنم و چه کنم که امین خلاص شوم. او گفت که تا روزی که تو با همین ششم چلیکات زندگی میکنی تو آسودگی در اینجا نمیبینی. هر وقت را بیگانه میحسابند اینها. فقط یک راه است یا دو راه است، یا که از اینجا میری با پیش همون قوم ششلیکه خود در اوج عشق که اهمیت نمیده دیگر، و دیم علاجش این جراحی کردن است. یعنی که همون چلیکه ششمه بریده گرفتن است. بعدی وی ترا هیچ کس بیگانه نمیحسابد. و این مرد گفت که نه من جراحی نمیکنم، من میگردم میرم، من با همون قوم ششلیکه خودمون زندگی میکنم. خلاصه چلیک ششم این عادتهای زشت انسان هستند. عادتهای بد گنده انسان هستند که در خلق آدم ریشه میکنند، عادت میشوند و آنها همون چلیکای ششمی میشوند که ما رو در زندگی
خلل میرسونند. تا آنها را جراحی نکند آدم، آنها را از خود دور نکند و نکنده نپرتابش از جسمش، اون عادتها همیشه با وی میشوند. و انسان خردمند باید عادتهایی که در خلق وی عادتهای زشتش رو آنالیز کند، عادتهای گنده‌اش را از خود پرتابد، با آنها کار کند، با آنها را جراحی کند، کنده پرتابد از وجودش. سخنی بد گفتن، گپی قبا گفتن، درشتی کردن، یک کس غیبت کردن، یک کس پس زدن، همه همین خصلت‌های گنده را عیب‌آلود کار کردن. یعنی که ما باید جهد کنیم. خداوند غفور رحیم میگه که والذین جهدوا فإنما لنهدی سبلنا إن الله لا یهدی المهتدین. ما باید جهد کنیم، مهنت کنیم که عالم باطن رو راست کنیم. عالم باطن که راست شد، عالم ظاهر مون دیگر می شود. انشاءالله یکایک زیاد هستند، فرصتی دوامش میتیم. خداوند غفور رحیم نگهدار باشد، در امان خدای تعالی باشید. خداحافظ.